ستاتون جهنم. چرا؟ عرق خورین شما. بذار توضیح بدیم. چیو توضیح بدین؟ قانونشه. خب بذار ما حرف بزنیم. اگه قانون نشدیم ما بفرست جهنم. بگیم ببینم. فکر کن 30 سالته، خب خونه نداری، خب پول رهن خونه هم نداری، خب پول برق میدی ولی برق نداری، پول آب میدی ولی آب نداری، گوشت طوری گرون شده که تو شیر گاو هم نمیتونی بخوری، چه برسه به گوشتش. ما تو جنوب زندگی میکنیم، سالی یه بار ماهی نمیتونیم بخوریم. من شورتی که پامی پدر بزرگم میپوشی، هنو بو خدا بیامرزو میده، شورت شده 300,000 تومن. اصلا اون دیگه شورت من نیست، من شورت اونم. ما گوشی نداریم، شب آب میخوریم که صبح شاش بیدارمون کنه. بابا ما یه دست لباس داریم، پول نداریم لباسمون عوض بکنیم، دوست دخترمون عوض میکنیم. آروم باشین. ما وقتی میخوایم صدقه بدیم 1000 تومن میذاریم تو جیب خودمون، اما بدبخت‌تر نیست. با خدا من و نکیر سلام کردم، دلار 105 تومن بود و منکر که سلام کردم شد 106 تومن. این تو داره میره بالا تو ایران، بعد تو میگی نخور. خود سگ تو ایران سگی میخوری، اصلا نمیشه زندگی کرد. بعد توی گرونی، توی تورم، توی شرایط اقتصادی، تنها چیزی که گرون نشده سگیه. تو بودی نمیخوردی؟ چرا؟ قانع شدی؟ دیگه راهی ندارم. خلاص. محل ارمنیا تو بهش کجاست؟ بفرمایید. ای آدرس ندادی. بوده تو نشان نزنی پیدا کنی.